سلام و درود. من امیر عباس هستم. آموزش فارکس در خدمت شما هستیم. تو این ویدیو قراره که چند تا استراتژی بهتون یاد بدم که بتونیم باهاش ترید انجام بدید، طبق چیزایی که توی ویدیوهای قبلی گفتیم و پس زمینه‌ای که ما داریم نسبت به این موضوعات میتونیم این ویدیو رو ببینیم. پس اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید حتما قشنگ کامل مشاهده کنید که اه، این جلسه هم بتونه مفید واقع بشه و بتونید استفاده کنید. ببینید، ما برای ترید، البته این استراتژی که بهتون میگم استراتژی خیلی قویه، فقط باید بدونید که کجا میتونید از این استفاده بکنید. درست؟ اه، ببینید، ما یک حرکت صعودی داریم به عنوان مثال، مثل این لگ. خب در ادامه بازار میاد کف و سقف‌های بالاتر واسه ما تشکیل میده. خب که روند صعودی میشه. ما روی برخورد سوم میتونیم اینجا بایر باشیم. حالا به چه نحوی، استابلاس کجا باشه، تیپی کجا باشه بهتون میگم، و چه فیلترهایی ما اینجا باید رعایت کنیم که ورود کنیم. تاییدیه ورودی ما به چه شکله که ما اینجا به ما اجازه میده ورود داشته باشیم. حالا من اینو یکم گسترشش هم دادم توی حالتهای مختلف که اینجا برخوردی نداریم به خط مومنتوممون، که همون خط روند که نمیشه گفت، همون خط مومنتوم خیلی بهتره که قیمت با چه سرعتی داره حرکت میکنه. توی این حالت برخوردی نداریم. ما نقطه ورودمون این نقطه میشه و تو حالت بعدی که این خط مومنتوم شکسته میشه و به منشأ حرکت آخرمون میرسیم، که اینجا هم میتونیم بگیم به چه شکل میتونیم وارد بشیم. حالا من این سه مدل رو دارم برای خودم. من میخوام باهاش ترید انجام بدم. من فقط قبل از این که ترید رو شروع بکنم، به عنوان مثلا بک تست، لایو ترید نیستش، به صورت بک تست به شما نشون میدم که مثالای این استراتژی به چه شکله و چجوری میتونیم ورود داشته باشیم. خب قبل از این که شروع بکنم استابلاس و تیپی اینو مشخص کنم و نقطه ورود و نکاتشو، از چند تا اه، مدل دیگه هم استفاده میکنم برای ورود. یکی مدل، البته سه تاشون مدل پیک بریک اوته، ولی توی حالتهای مختلف. اینجا یه روند نزولی داریم، بازار شروع میکنه اصلاح کردن، سقف‌های اصلاح رو به هم وصل میکنیم و اینجا رو فیک میکنه، ما وارد میشیم. اینجا همون مدل نزولیه دوباره، باز برعکس قبلی اینجا برای ما تریپوش نزولی میده و روی سومین برخوردش فیک میکنه و میریزه. رو حالت بعدی هم به صورت تریدین رنج و استاتیک، اینجا ما یه ناحیه‌ای داریم که اینو فیک میکنه و ادامه روند قبلی خودش رو داریم. حالا این واسه سعودی هم به همین شکله. حالا بریم ببینیم به چه صورتی این استراتژی. خب ما اینجا یه روند سعودی داریم از قبل، پس این میشه اولین فاکتوری که ما لحاظ میکنیم. یه روند صعودی تشکیل شده از قبل ما داریم که این لگ یکمون میشه. در ادامه بازار میاد دو تا سقف و کف برای ما میسازه. این دو تا سقف ماست، این دو تا کف ماست، که ما این دو تا کف رو با هم وصل میکنیم، یه ناحیه تشکیل میشه اینجا واسه برخورد سوم. خب پس اینم شد یه فیلتر که حتما باید سقف و کف‌های جدید واسه ما تشکیل بده قیمت. خب فیلتر بعدی اینه که ناحیه‌ای که قیمت میخواد برخورد کنه به این خط مومنتوم ما، بایستی یک FVG یا فیل ولیو گپ باشه در گذشته. حالا میتونه اینجا باشه، میتونه یه مقدار عقب‌تر باشه. پس حتما یه
ولیو گپ سعودی ما اینجا توی روندهای سعودی باید داشته باشیم. خب وقتی این فیلترها رعایت شد، ما میتونیم اینجا ورود داشته باشیم. ورود ما دیگه با کندل نیست، یعنی تاییدیه کندلی نداره. تاییدیه لازم رو تا الان داشتیم و به محض اینکه برخورد کرد قیمت به این خط، ما میتونیم ورود داشته باشیم تا کجا؟ تا تیپی 2 مون. خب حالا مثالاشو میریم رو خود کندلا میبینیم که استاپ رو باید کجا بذاریم که تیپی 2 ما مشخص باشه. استاپ باید پشت کندل قبلی FVG مون باشه. حالا اگه FVG مون اینجا باشه و کندل قبلیش اینجا باشه، زیر لوش ما استاپ رو میذاریم تا تیپی 2 با معاملمون رو باز نگه میداریم تا ببینیم وضعیتش به چه شکل. این نحوه استاپ گذاری توی این حالته. تو حالت بعدی یه مقدار روند ما قوی تر میشه، یعنی این شیب خط مومنتومی که بوده با این داشته حرکت میکرده، اینجا بازار میاد قبل از اینکه برخوردی داشته باشه به این ناحیه برمیگرده. خب ما کجا میتونیم ورود داشته باشیم؟ زمانی ما میتونیم ورود داشته باشیم که این سقف اصلاح آخر برک بشه. اگر این سقف اصلاح آخر با یک کندل قوی برک بشه که کلوزش بالای 1/3 کندل باشه، ما میتونیم ورود داشته باشیم با استاپ پشت کندل تا تیپی یکم بیشتر نمیخوایم، تا تیپی 1. یعنی یه معامله 1 به 1 رو میتونیم از این نوع مدل بگیریم از بازار. دقت داشته باشید که اون فیلترهایی که گفتم توی همین مورد هم باید ست کنه. یعنی یه روند صعودی داریم از قبل، بعد سقف و کف‌های بالاتر از هم، و اینجا ما یه اصلاح داریم که این اصلاح هم باید اصلاح اصلی باشه و ریزموج نباشه. حالا توی مثالا قشنگ بهتون توضیح میدم که چه فرقی با هم دارم. پس یه اصلاحی داریم، بعد از اینکه این اصلاح به اتمام رسید و قیمت نتونست این خط مومنتوم رو تاچ بکنه، ما میتونیم اینجا ورود داشته باشیم با تارگت 1. تو حالت بعدی که ضعیفه، همون فیلترها رو ما داریم، منتها این بار اینجا که FVG نداشتیم ورود نداریم. خب و قیمت میاد، حالا به هر صورت، حتی مثلا شاید هم FVG هم باشه، ولی این خط مومنتوم ما شکسته میشه و استاپ مثلا اینجا ما تاچ میشه. اگر اینجا FVG بود ورود داشتیم، به این ناحیه میرسه. این ناحیه‌ایه که باید به درستی انتخاب بشه، چون خیلی روی نقطه ورود ما تاثیر داره. به محض برخورد به این ناحیه ما وارد معامله میشیم. تا کجا؟ استاپ کجا؟ تیپی کجا؟ این لگی که به این ناحیه رسیده رو زوم میکنیم روی این لگ. روی این لگ ما زوم میکنیم، میبینیم که پولبک لایه 3 که داشتیم آخریش کجا بوده. اگر اینجا پولبک لایه 3 داشتیم، تیپی ما میشه کلوز پولبک لایه 3. اگر بالاتر بود تیپی 2 ما میشه پولبک لایه 3. تیپی مونو که مشخص کردیم، مثلا اگر اینجا پولبک لایه 3 داشتیم، تیپی 1 مون اینجا میشه. خب تیپی 1 اگه بخواد اونجا بشه، استاپ من باید این ناحیه باشه. درست؟ استاپ که مشخص شد، میتونیم تا تیپی 2 همراه این معامله باشیم. پس چی شد؟ ما اینجا ورود داریم، تیپی مونو مشخص میکنیم، سپس استاپمونو، و منتظر میشیم که به این ناحیه برسه و
به صورت لیمیت معامله ما باز بشه. خب این پس شد از 3 مدل ورود ما که استراتژیمون روی این 3 مدله. یه مدل دیگه هم داشتیم که فیک بریک اوت بود. فیک بریک اوت به چه شکلی بود؟ گفتیم که روند نزولی اصلاح سعودی داریم، سقف سوم ما بریک میشه و کندل بعدی میاد فیک میکنه اون بریک رو. به محض اینکه اگر من اینجا یک خطی بندازم، به محض اینکه این سقف ما قبل آخر ما قبل از فیک بریک اوت کلوز داده شد زیر این خط، ما ورود داریم به معامله. استاپ پشت سقف قبلی که همون سقف فیک ما میشه. تیپمون هم میتونه تیپی 2 یا 3 باشه. اوکی. حالا توی این حالت ما این به این صورت داشتیم. توی این حالت خیلی قیمت به صورت شارپی تر حرکت میکنه که روند نزولی اسلام به صورت نزولیه. ما اینجا آخرین سقفمون این بوده، اینو در نظر میگیریم. خب فقط توجه داشته باشین که توی این حالت نباید این سقف برک بشه به هیچ عنوان. اگر شادو زد اشکال نداره، ولی بالای این سقف کلوز نباید داشته باشین. این سقف دوم چون کلا فیل میشه حالت نزولی و امکان داره به سمت بالا حرکت کنیم. به محض اینکه قیمت برگشت پشت خط، یعنی اینجا فکر میکنه اومد زیر خط کلوز داد، شما میتونید ورود داشته باشید. استاپتونم یا این بالا یا این سقف آخر تا تیپی 2 یا 3. تو این حالت هم مثل همون حالت اول میمونه که فکر کرده. به محض اینکه اومد زیر این سقف قبلی کلوز داد قیمت، حتی اینجا هم میتونه باشه کلوز که داد، با کلوزش وارد معامله سل میشم. استاپ اینجا تا تیپی 2 معامله رو دارم. این تیپی گذاری هم خودش باید زمان ببره تا مشخص بشه تا چه تیپی میتونه این استراتژی وین ریت خوبی داشته باشه. مثلا وقتی شما تو این حالت قوی اگه تیپی 2 منتظر تیپی 2 باشی، بیشتر مواقع میاد استاپ شما رو میزنه، چون قیمت حرکت زیادی رو انجام داده و شما دارین خیلی دیر وارد معامله میشین. درسته؟ پس اینجا اگه تیپی یکتون رو نگیرین، احتمال استاپ خوردنتون خیلی بیشتر میشه. اینجا هم همینطور. تو بعضی از مثالایی که واسهتون میگم، اینجا احتمال داره که تیپی 2 رو نگیرین استاپ بخورین. خب این از استراتژی. حالا بریم روی چارت. من یه مثال میزنم، حالا هر کدوم از مدل‌ها بود. توی ویدیو بعدی سعی میکنم که تمام مثالای اون هفته رو تو تایم 1 دقیقه بررسی کنیم که این ویدیو هم زیاد زمانش طولانی نشه. یه مورد دیگه هم هست، این استراتژی بهترین حالتش تو تایم فریم 5 دقیقه باید این ستاپ ها رو ببینید و ورود داشته باشید. ولی من مثالایی که میزنم میره تو تایم 1 دقیقه، خودم تو 1 دقیقه از این استراتژی استفاده میکنم. خب ببینید اینجا این استراتژی به چه صورت عمل میکنه. نیا کنید اینجا ما یه حرکت شارپ خیلی سعودی داشتیم. خب ولی چون دارم اسکلپ میکنم، من حرکات کوچیک رو در نظر میگیرم. دیگه نمیگم با این حرکت بازار سعودیه. میدونم سعودیه، ولی فعلا با این حرکت نزولی و این لگ میدونم که بازار وارد یک فاز اصلاحی و نزولی شده. پس دنبال معامله سل هستم. خب اینجا به چه صورت میتونم عمل کنم؟ نگاه کنید، یه لگ نزولی قوی داشتیم ما. از اینجا بازار وارد اصلاح شده. اصلاح ما هم به صورت نزولیه. خب یعنی اینجا میاد سقف و کفای پایینتر
تشکیل میده. این یه سقف، این یه سقف. این دوتا سقف رو که به هم متصل بکنیم، توی برخورد سومش گفتم که باید ما اینجا یه دونه FVG داریم، درسته؟ پس این برخورد سومی که اینجا صورت میگیره نقطه وروده واسه من. استاپ همو چجوری مشخص میکنم؟ این اگه نقطه ورودم باشه این کندل FVG بود، درسته؟ کندل قبلیش میشه این، استاپ میشه پشت این کندل. دقیقا همینجا که مشخص کردم تا TP 2. میبینید اینجا TP شما تاچ میشه به این صورت. یه مثال دیگه هم میزنم. اینجا قیمت یه تریدین رنجی تشکیل داد، این تریدین رنج رو بریک کرد و اینجا من بریک تریدین رنج رو دارم، با اینکه اینجا فیک کرد ولی دوباره بریکش رو انجام داد. یه اصلاح هم انجام داد که اینجا یه خط روند سعودی دارم واسه خودم، خب که خط مومنتوم منه، خط روند نیستش. خط روند اگه بخوایم بگیریم باید بریک کنه. از اینجا یک خط روند داریم به سمت بالا که حالا بعداً بهتون حالا به این کاری نداریم. اینجا من یه حرکت سعودی خوب دارم، وارد یک بازی میشم که فشرده میشه، قیمت شروع میکنه سقف و کفای بالاتر تشکیل دادن. میبینید این برخورد اول، این برخورد دوم، جفت کفایی که اینجا درست کرده یه سقف جدید زدن، پس این خط معتبره. این نقطه و ببینیم توی اینجا که قیمت داره میاد به سمت پایین، میخواد برخورد کنه به این خط روند دیگه. من اینجا میتونم بایر باشم یا نه؟ خب یه فیلتر داشتیم FVG، یه FVG خیلی کوچیک من اینجا دارم، ببینید به این صورت. خب دقیقا این نقطه میشه نقطه ورود من زمانی که برخورد میکنه به خط من، چون FVG هم داشتم. استاپ من این کندل FVG بود، این کندل قبل، استاپ زیر این کندل این بار اینجا قرار میگیره. یه مقدارم اسپرد لحاظ کنید تا TP 2 همراهش باشید. TP 2 ما رو اینجا تاچ کرده. خب یه بار دیگه هم بهش برخورد داشتیم ما، پس یه برخورد اینجا به ما داده. این خط مومنتوم رو همچنان ما داریم، تغییرش نمیدین. اگر اومد زیرش رفت بالا فیکش کرد، اینو تغییر ما نمیدیم. این خط مومنتوم ماست، همچنان اینو داریم. خب اینجا، خب این معامله که اینجوری بود. اینجا این کندلی که واسه ما تشکیل داده کندل فول FVG، یعنی از این ناحیه تا این ناحیه این شادوی کندل قبلی و این شادوی کندل سوم، این میشه ناحیه FVG ما. دقیقا جایی بوده که قیمت برخورد کرده به خط مومنتوم ما. پس این نقطه میشه واسه ما نقطه ورود، استاپ میشه پشت کندل قبلی FVG که این ناحیه باشه، تا TP 2 همراهش هستیم. خب نکته ای که هست، اگر FVG تون مثل اینجا یک کندل بزرگ بود تو تایم فریم 5 دقیقه، اگر این کندل FVG تون بزرگ بود و استاپتون بزرگ میشد، میتونید شما پشت کندل FVG هم استاپ گذاری انجام بدید. منتها این که من چون تو تایم 1 دقیقه دارم ترید انجام میدم، استاپ من کلا الان 11 پیپه. اگر زیر این هم میذاشتم نهایت 15 پیپ 20 پیپ میشد، مشکلی نداشتم با یه استاپ 20 پیپی. ولی اگه تو تایم فریم 5 دقیقه 70 پیپ 80 پیپ یه کندل برای شما ساخت، دیگه شما نمیتونید پشت کندل قبلی استاپ بذارید، چون استاپتون خیلی بزرگ میشه و احتمال زدن تیپیتون کمتر میشه.
خب این ویدیو فقط توضیح این استراتژی بود که میتونید ازش استفاده کنید. من تو ویدیوهای بعد قرار واسهتون 1 هفته معاملاتی رو تو تایم فریم 1 دقیقه بک تست بگیرم از این استراتژی و هم نحوه بک تست گرفتن رو ببینید به چه شکله و همین که این استراتژی رو ببینید به چه شکلی کار میکنه و بازدهیش به چه صورته. ممنونم که وقت گذاشتید. پرسود باشید. خدا نگهدار.